میلیاردری از دنیا میگذرد، همسرش با رانندش ازدواج میکند. چند مدت میگذرد، روزنامه‌نگاران میان پرسانش میکنن، میگن ای مرد چی حسی داری؟ مرد در جواب میگوید والله تا به امروز من فکر میکردم که برای رئیسم کار میکردم، اما معلوم شد که رئیسم تا این زمان برای من کار میکرده است. این را دانسته باشیم، مالی که تو جمع کردی از راه خیر و شهر بعد تو ندهدت هیچ ثمر. تقسیم شود بین سه جفت راهگذر، شوی زن و هم جفت و هم خواب پسر. اگر امروز کار کردی و برای خودت زندگی نکردی، شاید یکی از آنها باشی، شاید از هر سهشان. پس امروز توانایی داریم، قدرت داریم، دست یکدیگر رو بگیریم که فردا پشیمان نشویم. فردا خداوند هر یکی ما را توفیق ایمان